راستش تو میتونست دختری باشی که پول باباشو میخوره و از جیب دوست پسرش با خیال راحت خرج میکنه، یا با کی رفیق شی که پولدار باشه و پیش فلانی کم نیاری. بله خب تو دختری هستی که همیشه خواهان استقلال بوده، اندازه 100 تا مرد زن و بچه دار هدف داره، برنامه ریزی میکنه، کار میکنه و توقعش از خودش خیلی بالاست. خواستم بگم از این که میبینم روی پای خودت وایسادی و خودتو به آرزوهات نزدیک‌تر میکنی خیلی کیف میکنم، و اینکه تو یک دختر قوی و خودساخته‌ای که همیشه باعث افتخاره.